تشکر قربان جان. بسیار خوب شد که من خیلی خرسندم که امروز در محفل مبارک شما اشتراک دارم و با کم روبرو شده و میگویم هر یک فردی مسلمان و هر یک فردی مسلمان کوهستان علامه دلشاد برنا گفته است با آدم وقت دولت یار گردد همیشه خرم و هم شاد گردد. نشان وقت دولت خاندان است. اگر دلدار صاحب خانه گردد وفاگی و عاقلی و شیرین زبانی، اگر آدم به این سه راه گردد و اگر مردی بود بد فعل کردار نیابد روز شادی خار گردد. زنی که بد زبان و بی فراست حیاتش تلخ و بی بنیاد گردد. به مرد لازم که قدر زن بداند، نداند قدر زن سرسان گردد. زنان در خاندان مثل چراغ نباشد زن اگر ویران گردد. غرور دولتی ناکس مشو یار، به اندک وقت تار و مار گردد. برای سیم و زر مفروش مرد را، زیناکس مرد تو قرضدار گردد. اگر خواهی تو دولت وقت ایزد دلی شهور مرنجان یار گردد. وفا بر وعده کن باشی وفادار، پس از تو نام نیکت یاد گردد. کسی که بی وفا و هم جفاکار سگ از او بهتر است شرمسار گردد. وفا از عمر دنیا کس ندیده است، به زیر خاک آدم خاک گردد. همین مصرع‌های شاعر که زنی که وقت دولت را بخواهد به یارش دلبر و غمخوار گردد، بگذار نصیبی کلین و داماد ما گردد. دوستان عزیز، چخیلی گفتنی هستم خیلی که با خاطر من مرد بزرگ و محفل مبارک خدای متعال ما را با این دوره آورده است. حضر شوخی 100 بند و 100 قافیه دارد، خفه نشید. نسبت دیدیسن که در دوره شما یگان حضر شوخی نیست. من میخواهم از حضرهای کوهستانی برای شما یک چی بگم. ای خانه ما بالاتر خانه کیست؟ ای دختری کرته علچه دختری کیست؟ ای دختری کرته علچه ستوی نمیسته از حال لبت بسته گرم دویسته. یاری همه یاری ما وظیفه دار، یاری همه در پیشک یاری ما خدمتگار. 100 وعده و 100 دروغ و 100 گپی بسیار، لوکش غندل گزه زبانک شمار. کی شوه و کی بیاینم خیلی اپراتای بسیار، ای حال یاری ما را بگیره بنوار. یار آمد یار بین زواز آمد باز، بحر فروختن بنزین بناز آمد باز. بنزین قیمت شد بچه ها، عمرم هم رفته بود تا آمدن او 100 شکر که آب خسیس نخبیدش باز آمده باز. ای اکای بوفه چی بابم کردی، عرق دادیم کوچه در روانم کردی. کوچه در بودم کویت در خوابم کردی، شاو خیرس بودم با یک پهلو خواب کردم، بیدار شدم برزگام کردی. دخترک سفیده که لوی باره، چشمکی نکرد جگر مکردی پاره. این کارای شیطانی را خودت کردی و یادت رسم گویی که فیض بیچاره. وای آواره، وای زن داره، یاد گودکک داره، یا ژیگولی یک داره، هر روز لیوک داره. ای لیوکاش کم کم میاره و خود اکتیو داره، کلکتیو داره، کپیراتیو داره. یافتی بیچاره تا دختر زباق کردیم، 100 برگ درونی باغ کردیم. ما برفی سفید بودیم در کوهی بلند، آفتاب شدی و آب کردیم. خاک کردیم، خزاندیم، گریزاندیم، چریزاندیم، پوچیدیم، فوچیدیم، سود بردیم، زود بردیم، پرکرار بردیم، در خرسوار بردیم، جوای جریمت دارم کردی، وظیفت دارم کردی، اخیر پول دارم کردی، بعد علیم سپارم کردی. دوستان عزیز، قربان جان فقط زنها را تعریف کرد. زن در حقیقت سخن خوب گفت. زن این سرچشمه حیات همه انسان است. نه که مردای بیچاره چی کنو دارن که یگان شد تعریف نکرد. انا برای همین من گفتنی هستم که حقیقتا زن، ولی قربان جان میگه که حقوق زن و مرد برابره. نه که من باور نمیکنم. قربان جان من آدم مشاهده کردم میبینه کنه حقوق زن برابره و حقوق مرد. این کس میگه که حقوق زن و مرد برابره، من میگم نه. اگر حقوق زن و مرد برابر باشه تعلیق کردم میبینیم التماس میکردم فقط همین دخترکو، هم فقط زنها یک قبض زدن، فقط زنها یک قبض زدن. یا خیلی مردکا قبض نیست.
اکنون مردهای قتل زنند. انا دیدی چکل نو برابری دیدی چکل نو برای فضل میشه برای همین زن گل چهره زن گل دسته زن ستاره زن محتوا حتی osman اشغال کرده که مردای بیچاره یکیش قشقار نم داره یکیش گرگ نم دارم بهار کنه جورو به خاص خاص دوست شوخی شو سبسته برای هم میگه که زن اگر آتش نمیشد مرد اگر آتش نمیشد در بین حجز کشمکش نمیشد همین سلیمان و فیض کلغاز یک جوان بشید دوستان عزیز زن در حقیقت سرچشمه همه انسان است در بعضی محفل ها همه که حافظان نامه میخوانند تو که خشرو ما که بدروستم در بعضی زن تو که خشرو ما که بدروستم تو که خوشبو ما که بدبوستم تو ایاقسو باشی ما ای گمسوستم تو شسترک باشی ما سست فلستم نه که ما هم درسته بعضی حافظان از حافظان نامه میخوانند الکنم ده پیشه دوستش دارم همیشه اگر گشتین گرمشه هیچی بلاش نمیشه اگر هیچی بلاش نشه سکوری پاموش نمیشه او کلوشم نمیشه دختروشم نمیشه بچه میشه سرکلپو میشه بعضی حافظا از اصولهای ایرانی میخونند بسه یک اوزار بسه اگر حواسه همون یک بار بسه در بعضی توی هم را میگن که اکی فرست همون دیتار قطعی آدم را غن که بعد ما حافظای نامی را میتیم بعد ما هم میگم چای نونا بیار بخیر شکم را سر که ایت اول آدم را غن که بعد چای بعد ما هم زمزمه کرده همون اصارهای هندگی نه چای نه نونای ایچ خیلی تویای Allah ki nazar ki ishnagi dakha ki imrazi sa kayfat buya ban ma az usur hoy hindi I love you I love you I love you I adore you I adore you دوستان عزیز یک حافظ نامی داریم ستاره هندو میگه در ریان دغره بسیار حافظ خوب است من بسیار نظم ببینم بسیار سرودهای هندگی را نظم میکنم من یک سرود هندگی را به زبان تاجیکی پیرواد کردم در پیش ما خواندم با اجازه گرفتم که اگر همین سرود در معرکه خواندم مایلش بعد با اجازه داد مرد حاضر من همین سرود میخوانم با اون شرطی که من نه اونم جان یوردم کیا با همین اپارات من میخوانم که اگر غلط کردم شما غلطی من نگیرید